از شایع‌ترین دغدغه‌های والدین که به خاطر اون به روانشناس کودک مراجعه میکنن داشتن اضطراب فرزندشونه. خیلی وقتا بچه‌ها این رو به زبون نمیارن که من میترسم، من نگرانم، من اذیت شدم. اما اون رو توی رفتارشون و توی علائم بدنیشون به ما نشون میدن. برای مثال ممکنه کودک شاد و خوشحال من بعد از تجربه اضطرابیش خیلی گوشه‌گیر بشه، منزوی بشه، دیگه نخواد با همسالاش بازی بکنه، یا ممکنه بیشتر به ما بچسبه، بخواد که ما همش کنارش باشیم، یا حتی بعضی وقتا عصبانیت و پرخاشگری نشون بده که تا به حال ازش ندیده بودیم. یکی از نشونه‌های دیگه پیدا شدن علائم فیزیکیه که تا قبل از این نبوده. برای مثال سردرد، دلدرد، دلپیچه، حالت تهوعی نشون بده که خیلی دلیل فیزیکی جدی نداره، یعنی به خاطر اون ترسه این علائم رو داره تجربه میکنه، به خصوص وقتی تو موقعیت و شرایطی قرار میگیره که براش اضطراب آوره. مثلا فکر کنین حاضر شده که بره مدرسه، دقیقاً دمدمای رفتن به مدرسه شروع میکنه به اینکه بگه حالت تهوع دارم، دلم درد میکنه، میشه نرم. یا ممکنه که یک نشانه واضح تری داشته باشه، ترس شدید و غیر معمول، بیش از حد از تاریکی بترسه، بیش از حد از مدرسه بترسه، نسبت به سیل و زلزله و رعد و برق ترس عجیبی نشون بده و بعضی وقتا در بعضی موارد اضطراب جدایی داشته باشه. از اون بپرسه مامان اگه تو نباشی من باید چیکار بکنم؟ این نشونه هم خیلی نشونه جدی و مهمیه. تو بعضی از شرایط وقتی که اضطراب زیاد هستش، الگوی خواب کودک هم ممکنه که دستخوش تغییراتی بشه. برای مثال ممکنه که شب خیلی به سختی به خواب بره، صبح از اضطراب خیلی زود بیدار بشه، تو طول خوابش ممکنه که مکررن بیدار بشه با اضطراب، با کابوس دیدن، و حتی در مواقعی ممکنه که درخواست بکنه که میشه بیام پیش شما بخوابم. بعضی وقتا همین اضطراب باعث میشه که کودک ما نسبت به خودش سختگیر باشه و از خودش انتظار داشته باشه هر تکلیف و تسک و هر وظیفه که بهش سپرده میشه رو به نحو احسن انجام بده، و این میتونه نشونه وجود یک اضطراب هم توی کودک ما باشه. و در آخر این که لطفاً به اضطراب و ترس‌های بچه‌ها اهمیت بدین. اگر راجبش باهاتون حرف میزنن همدل باشین، گوش بدین، و لطفاً و حتماً اگر اون ترس و اضطراب بزرگه و حل نمیشه به راحتی، از یک متخصص توی این زمینه کمک بگیرید.